السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تندرست هستید. همیشه خوب مانید. رحمت برای کامنتاری خوبتان، رحمت برای دستگیری هاتان. در اینجا امروز من یک نمود بولاچک با مویز آماده کردم. ملایم با مزه، حتما با ما باشید. دستگیری را فراموش نکنید. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. در اینجا برای بولاچک ما لازم است 250 میلی لیتر شیر گرم کک و بالایش 120 گرم شکر، نغز کک آمیخته میکنیم و بالایش کمتر نمک، 70 میلی لیتر استیتینی مسله. همه‌اش را نغز کک آمیخته کرده اکنون به بالایش آرد را همراه میکنیم. به بالایش یک قاشقچه شکر و 1.5 قاشقچه دراج را ما اپاره کرده مانده. اکنون این را همراه کردم. نغز کک من با قاشق آمیخته میکنم. نغز کک خمیر میکنیم. خمیر ما باید سخت نباشد. همین طور آرد را کم کم انداخته خمیر میکنیم. من کمتر مویز را با آب شسته من به قبطش همراه کردم. من خمیر ما باید همین طور بیاد. همین طور خمیرمان را کرده اکنون بالایش را به پلانکا در مدت 50-55 دقیقه دم میدهیم. در جای گرم کک نگاه می‌داریم تا اینکه بولاچک ما نغز کک دم شود. من بولاچک ما در مدت 50 دقیقه دم خورد. من گرفتم. اکنون این را به زبالچه ها تقسیم میکنیم. یک خیل کرده به زبالچه ها تقسیم میکنیم. بولاچک من 12 دانه شد. این تیستا ما خودش 12 دانه بولاچک میشد. من به زبالچه ها این طور تقسیم کرده. اکنون من این را هیچ خیل آرایش دادگیم نه، هم تو کلال به مثل دایره، یعنی به مثل توب نمیتین زبالچه کرده و لیست دخافکه ها ماندم. من هر یکی اینها را ما همین طور کرده به لیست فرد کرده ماندم. کسانی با کانال ما آبونه نیستند حتما آبونه شوید. دستگیری را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما است دوستان عزیز. من اکنون همه‌اش را چطوری که میبینید به لیست دخافکه مانده. من 12 دانه شد. اکنون بالایش را پشته در مدت 15 دقیقه دم میدهیم. من بعد از 15 دقیقه به بالایش من زردی تخم را همین طور میمالم.
من اکنون بولوچکی ما آماده شد. در اینجا من به بالایش کمتر مکچا شده بودم. بایش به نوار گرفته نشده است. من خیلی که میبینید بولوچکی در حقیقت بولوچکی با مزه است. حتما برای عائله خودتان، برای فرزندای خودتان حتما آماده کنید. با مویز با لذتش جایی میبیاد. حتما آماده کنید دوستان عزیز. خیر در پناه الله مهربان باشید. تا ویدیوهای آینده خدا حافظ. خیر.